سلام رفقا، من حالتون چطوره؟ من امیر خیلی 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 خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. رفقا توی این ویدیو قراره بریم این چنل قدیمی که یه مدت خیلی ترند شده بود با اینکه با دست میرفتن تو جنگل خونه میساختن، با دست چوب میرفتن خونه، نمیدونم سرسره، استخر، میز ویدیو، هر چی که فکرشو بکنید میساختن. و امروز اومدیم بریم باهاشون ریاکتی بریم و اینکه اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما لایک رو بزنید، چنل رو ساب کنید و کامنت بذارید که خیلی من انرژی میده برای ادامه کار و دیگه چیزی نمیمونه. و بزنید بریم سراغ ویدیو. خب بریم سراغ این ویدیو ببینیم قراره چی بسازن. قرارش بسازن که از کامل دیدیم قراره چی بسازن و این مراحل سازشون به نظرتون بچه واقعیه؟ نمیدونم، حالا بیشترشون خیلی هیت بگیرن که میگن نمیدونم پشت صحنه مثلا یه بیل مکانیکی از چیزی هست که راحت اونا رو چیز بکنن. اولی شیت دارن تمثال رو اینطوری واقعا دل و جرأت زیادی دارن، هر چی باشه فیک باشه راست باشه دل و جرأت میخواد. دوتا تمثال هستن. گرفتش. اون یکی بگیره، حالا اون یکی بپره. تاکتیکشون رو چون میکنن تو دهنش، بعد نزدیکش میشن و دهنش رو میگیرن. خوبه فکر کنم با تو آفریقا باشه دیگه، معمولا این هوا و این خاک با آفریقا باشه. نمیدونم شاید هم تو آسیا شرقی همون اندونزی اینا باشه که بله. با اینه چقدر خاکش نرمه، اصلا امکانه مگر که تو زمستون باشه اینقدر خاک نرم باشه. اصلا با یه چوب راحت اشون چوبش خیلی محکمه فکر کنم. چجوری ضربه میزنه چوب نمیشکنه، خاکم راحت میریزه. اینجا رو باید قبلا درست کردن. آره رنگاشون هم بچه، حتی رنگاشون هم طبیعیه، با رنگ مصنوعی درسته بگم میگم گل و اینا رو با هم مخلوط میکنن که رنگ طبیعی به دست بیارن. آهنگش خدای بشه، آهنگش سورسوره میخوان درست کنن. چیه اینجا؟ اینجوریه فقط در بود تمیز در میارن، برای همینه خیلی ها میگن که فیک و ایناش خیلی تمیز در میاد، معماری دارن میکنن. نکنه دارن تمساح میسازن بدنشه، نمیدونم شاید مثلا یه سرسوری چیزی بسازه با آبه. من احساسم میگه این تمساح باشه هم بزرگشون تامنه هم چیزی شبه همین بود.
خاکش خاکش نرمه، یه ضربه میزنه در میاد، تا تو 3 سانتی متر حتی عمقم در میاد. اینا زیر خاکم میدونم. دارن اینجا خط کشی میکنن، معماری دارن میکنن، مهندسی دارن میکنن. پشمان. شروع بامبو. آقا الان مطمئن شدم که اینجا جنگل های استوایی اندونزی ویتنام، همون آسیا میانه، آسیای شرق. نه ماما وسط ویدیو هم ماما. آقا بریم ببینیم ادامه شد. دارن سخت میسازن. چی دارن میسازن؟ با چوبای بامبو. چوبای بامبو هم که میدونید خیلی مستحکمه، خیلی سفته. چی سکوی پرشه؟ چیه این؟ رو بندی میکنن. این بامبو اسکلت چیزی که بخوام بسازم، بعد روش میان گل میسازن. صفر چی اصلا عجیب و غریب اینا کار میکنن. آه فهمیدم این چه باشه. این فکر کنم دهن تمساهه، اینطوری دارن اینطوری. آره دهن تمساه بچه، این شکلی فکر کنم دهن تمساهه. پشتش هم گفتم تمساه دارن میسازن، تمساه بزرگ. همه اینا دارن توی یه روز میسازن، چون اصلا شب نمیشه. این همه کار اصلا امکان نداره توی یه روز بتونن. هم که اصلا دایشون مهندسیه، برای خودش طرح میزنه. نگاه کن نگاه. ما اینجا در زندگی امروز تو شهر به زور طرح میزنن با سنگ و 1000 تا دونم اندازه گیری 2 روز طول میکشه. اینا با 2 تا شوب طرحهایی هم دارن میزنن سنتی. البام
تمساحیه که گفتم دستاشو دارن میسازن. اون دوتا تمسا چی شد؟ دوتا تمسا کجاست؟ میارن نمیارن؟ عجیبه. آهنگش میگم باز آهنگش خداست. هر کی زدیم برای مهندسی معماری چیز خونده یارو اومده اینجا داره کارا رو میکنه. و عنکبوت زیبا قطع شد متاسفانه. مثلا این چیز تیغای پشت تمثال تیغ یا نه همون که خودتون میدونید. چه رنگه؟ چیه این فکر کنم چیزه بچه ها گل آب گل از گیران ما بش میگید ولش کن چی میگیم چیز خوبی نیست گیران بید. یه تمثال دیگه هم دارم درست کنم. هم تو یه روزه، اینا در نظر داشته باشید همش تو یه روزه. انگشتش ترد میده. عجیبه همه عجیبه. تمثال خوشگل شد اون کوچولوه. ببینم آب گلو میریزه. اینجا خود گلو میریزم.
حالت واقعا زیبایی داره. چیه میگم بخوره؟ هم خود رو دکور کنه. چیکار میخوام بکنم؟ من بچه هم رنگ بسازم. آره بچه هم رنگ بسازم. گفتم اولی ویدیو بودیم گفتم از گل اینا رنگ میسازم. آب یکم توش دوباره هم میزنه میخوبه. انقدر این کارو میکنه تا رنگ چیز شه. رنگ سفید و دقیقی. رنگ های صنعتی اینطوری نیست. شاید رنگ صنعتی بود. شاید حالا به ما که نشون ندادم کامل شد. هر چیزی امکان داره. خوشگل دارن رنگش میکنن. این تمثال از اول ویدیو داره میسازن الان رنگش میکنن. تموم نشده این تمثال از اول تا اینجا دیگه رسیدیم آخرای ویدیو تقریبا. خوشگل شود دقیق شود زیبا. اگه واقعا اگه خودشون ساخته باشن دمشون گرم. یه روزه تموم نمیشه. هنوز هم صبح اصلا غروب نمیشه. اینم از 4 صبح هم شروع کنی 4 صبح هم شب از 6 صبح شروع کنی 12,000 باید باشه. یعنی 6 ساعت این همه چیز ساختن. عجیبه. الان میخوام بودن آب و اینا رو بیارن. دندونم میخواد بذاره برای تمسا. برام کفش هم داره دیزاین میکنه. دندونا رو عجیبه. چیکار میکنه؟ آبه
ماهی بگیرن. آره میخوام ماهی بگیرم. بله پیدا هم کردم. گرفت. داداش آرومتر آرومتر. مایی داره کشتی. الان میخوام بکنم دیگه آبو بیارم. لوله کشی هم بکنم میخواد بکنه. لوله کشی رو میکنم اونجا رو. خشمام حاجی از دهن تمساح در میاد آبی. حرام. خوشگل شد خداییش خوشگل شد. جدا تمثال نکنه میخوام بیارن. آتیش هم دارم درست میکنن. با چی میخوام روشن کنیم درست میشه؟ با چی روشن کردن؟ من فهمیدم. حالا اینجا بزنیم تو رفتم که مختلف اینو بکنن. باشی تمثال اینجایی فرهام بیارنش با فرار کنید اومد. ولش کنید چقدر انگارگش میکنید. ولش کنید. گرفتنش واسه یه استخر جدا برای تمثال درست کردن. سوالشون دارم